من جنرال گروال ملا شیخ معلم هستم. از بلندترین موقعیت زمین یعنی بالای بودهای بامیان با شما هم کلام هستیم. نخست مقاله نیم خبر را به سمعت شما ارائه میکنیم. مشروع اخبار را پی بگیرید. دیروز نه پریروز نه پیش پریروز نه امروز رأس 945 دقیقه بامداد یک گادی با یک تندروی چکمه واقع در مرکز کابل برخورد نمود. در اثر این حادثه 99 نفر از خندق گرده در شد و یک نفر نیم کشته در جا گذاشت. قدرت انفجار به قدری قوی بود که کراچی ناز فروش واژگون شد و یک از بسته های ناز که به زیر پول سقوط کرده بود 40 پودری مسموم شد. آقای مولوی عمر رئیس گروه طالبان دیروز سوار بر یک مرکب پیشانی سفید از شندن عظیم قندهار شد که ناگهان گردک باد شدیدی لنگی وی را به آسمان بلند کرد. آقای مولوی عمر از بودهای بامیان خواست تا در روزی دیگر مسلمان شوند، اما بودهای بامیان برای این کار آمادگی لازم را نداشته و مورد حملات راکتی طالبان قرار گرفته تخریب شدند. دیروز در یک برفکوج عظیم الجزیره خوش چلمه ملا فقیر در رد کرد. در اثر این حادثه یک قلقلک موری گم شد و دو دانه چپشک مفقود الاثر می باشد. سلام افغانستان که به سوی پاکستان شلیک شده بود 6 غیر نظامی را لرزان. ملا قانوس وزیر دفاع پاکستان این سلام افغانستان را نگران کننده خواند و اعتراضات خیش را ادامه داد. یکی از بزرگان قوم ترکاری جنرال جکسروپوتین معروف و گندنه در اثر حملات هوایی نظامیان منده اسپات درآمد. جنرال جکسروپوتین خواهرزاده جنرال جکسروپوتین این حمله نظامیان منده را محکوم نموده میگوید این حمله ها ناشی از تبعیض در میان سران منده چیزی دیگری نیست. دیگ بخاری که در ولایت غزنی در دکان فقیر محمد منفجر شده بود 6 چایجوش کشته و یک چایجوش دیگر که از ناحیه نوله جراحت برداشته بود به نزدیکترین آهنگر قریه این ملا سخداد با مراجعه نمود. این بود خبرهای داخلی. اکنون خبرهای خارجی. اینجا آشپزخانه است. صدای ما را از دیگ و کاسه میشنوید. جنگ میان مورچه و مگس ها به شدت ادامه دارند که در این حادثه دلخراش 6 کاب کشته، 2 مرغ زخمی و 2 مرغ در هنگام فرار تخم خود را از دست داده بود دست به خودکشی زد. این هم اخبار. با بقیه برنامه های رادیو به خلط فایر باشید.